رایس کیک یک میان وعده برای افرادیه که دنبال لاغری و رژیم غذایی هستن. رایس کیک به علت برخورداری از برنج فیبر بسیار بالایی داره، بنابراین میتونه فیبر لازم بدن رو کامل تامین کنه و برای یه مدتی سیر نگه داره. لایکو بکو بریم یادت بدم. ایرانی رو با 100 گرم کره میذاریم سر گاز، خوب بپزه، آب کشش میکنیم، دم میندازیم. دم که کشید کامل داخل یه ظرفی میریزیم. با گوشتکوب، نه وسیله دیگه، با گوشتکوب خوب میکوبیمش. یه دونه تخم مرغ داریم بهش اضافه میکنیم، نمک بهش اضافه میکنیم، 3 تا قاشق شیر بهش اضافه میکنیم، ریحون خرد شده، فلفل و باز مخلوطش میکنیم با دست. زمانی که خوب هم زدیم با هم، یه قاشق آرد برنج داریم اضافه میکنیم و باز خوب مخلوط میکنیم. هر شکلی که دارید داخل سینی فر که کاغذ روغنی پهن کردیم میچینیم و میذاریم داخل فر. دما و دقیقه رو تو کپشن براتون مینویسم. بعد از 18 دقیقه از تو فر درش میاریم و همچین رایس کیک های خوشمزه ای داریم. من خودم با قالب فلزی دورش رو بریدم تا قشنگ صاف و مثل مغازه ها بشه. یه سریاش هم مربع کردم. امیدوارم درست کنی یا خوشت بیاد. نوش جان. یادت نره این آموزش واسه دوستاتم که رژیمن بفرستی.